متنفرم چیه؟ تا من این کیبوردو میشکنم توی کامنت بنویس. جرزنی هم نکنه، حدستو بنویس. بچه قشنگ. آفرین، همتون اشتباه گفتین. من از این ماتپک متنفرم چون فوبیای پیشرفت تکنولوژی دارم. اسماعیل مگه همچین فوبیایی وجود داره. اسمش هم هست تکنوفوبیا. البته تکنوفوبیا کلا با تکنولوژی مشکل داره. من از اینکه رشدش نابودمون کنه فوبیا دارم. حالا این فوبیا از چه زمانی شروع شد؟ از زمانی که با میس دیتا آشنا شدم. من یک داده هستم. ولی جدا از شوخی چند سالی است که افتاده به جونم. اما حالا اومدم تا با ماد کرییت هم با فوبیام کنار بیام و هم بتونم لابلای ویدیوهای ابسولوت سینمایی که میذارم و شما حمایت میکنین ویدیو بذارم که دلتون تنگ نشه برام. پس برو بریم سراغ این مادپک چرت و پرت. خب ورلد نیمو میذاریم مثلا جونگولستون. دیفیکالتی هم داداش دیفیکالتی چیه اصلا؟ و یه سید خیلی خفنم بذاریم مثلا جونگول من چه نازه. خیلی داره طول میکشه. احتمالا یه جایی هستیم که درخت زیاد داره دیگه، قبول کنید. و ویلیج بهترین اسپان دنیا. خب همونطور که گفتم توی اینترو، این مادپک رو من ازش میترسم چون من از تکنولوژی میترسم. ولی میریم که داشته باشیم ببینیم چیا نصیبمون میشه دیگه. خب اولین چیزی که قراره تو ماینکرافت به دست بیاریم خب طبیعتا چوبه، پلنکه، کرافتینگ تیبله، استیکه و در نهایت پیککسه. پیککس سنگی، تبر سنگی. خب همونطور که میدونید بچه‌ها من هیچی از ماد کرییت بلد نیستم. هیچی، یعنی صفر. یعنی در حدی که نمیدونم چرا اون بالا اسم بلاکایی که نگاه میکنم بهشون رو مینویسه. او حتی وسیله که باشون خراب میشم مینویسه. پشمام. بچه‌ها که تو ماینکرافت نوبین به نظرم این مادو بریز. اسم مادرم نمیدونم چرا اصلا دارم تبلیغش میکنم. دومین چیزی که تو ماینکرافت میخوایم که اینجا دیگه ریخته برامون حاجی. توی این خونه ها میتونم چیزی پیدا کنم؟ ردستون و ردستون بلاک و کتاب. به نظرم کتاب چیز به درد بخوریه، حس میکنم البته. و یه تخت و اینم از کلی غذا. خب ما الان چیزای اولیه‌مون رو به هر حال داریم و باید ببینیم که چه کاری قرار بکنیم. چقدر ویلیجش خوشگله. ولی یا آیرن گولم خوشگله اینجا میبینم که میخوامش. اینم اولین آهنای ما که چیز بدی هم نداد. و برای اول کار یه سطل آب میخوام و یه شیلد. خب اینجا هم یه علامت چوب برامون گذاشته که به نظرم جمعشون کنیم چیز بدی نشه. دلیل اصلی